دوستای عزیزم میرسیم به ضمایر پرسشی یا همون ضمایری که بهشون میگن استفهامی. دوستان ضمایر پرسشی از اسمشون هم مشخصه، برای پرسش کردن و برای سوال کردن به کار برده میشن. مثل چی؟ چه کسی، چه چیزی، چه، کدام، کی، کجا، به چه کسی یا چند. اینها ضمایر پرسشی هستن دوستای عزیزم. خب دوستای عزیزم میرسیم به ضمیر تعجبی. دوستان از اسمش مشخصه کاملا، واژه‌ایه که تعجب و شگفت زدگی رو نشون میده، مثل چه زیبا، عجب، چقدر مهربانی، من چه ها که به اون نگفتم، چه از این بهتر. اینا همشون حالت تعجبی و شگفت زدگی رو نشون میدن.